یه لیوان پر میشه، کف میکنه، یخ میندازی توش میخوری، برای چشم خوبه. او گزر. گزر چیه؟ بابا شما نمیدونم بهش میگین چه، ولی ما بهش میگیم گزر. پیچ داره. هویج. باریکلا. شما خانه اولم خانه دومم رد کردین، وارد خانه سوم میشین. انتخاب خانه ها. بله. اسم یک موجود زنده رو از شما میخوام. این موجود داخل منزل تکون نمیخوره، به قول کردی خودتون پار میده، سیگار میکشه، غذا میخوره، چای میخوره، خوید و خفید و آرارت پولی نیتونه درارت. مشتگه خروشه. باریکلا. بله. آفرین. شما به خانه چهارم راه پیدا کردید، فقط 3 خانه دیگه مونده و اما خانه بعدی خدمت شما عرض میشه که انتخاب خانه ها. بله. 1 خانه، 2 خانه، 3 خانه و 4 خانه. 1 خانه رو شما انتخاب کنید. خانه شماره 6. 1 2 3 4 5. عزیز من، ما 4 تا بیشتر خانه نداریم. 1 2 3 4 7. 4 تا خانه داریم، از 0 بگو تا 3. هی اصلا ولش کن. ببین چند کلاس سواد داری شما؟ ولی مردودی یک کابر دارم. خب خوبه، بازم خوبه، خیلی خوبه. معلومات عمومی بالاست. آقا برزو جلیلی هم اینجا نشسته همکاری میکنن. جدا؟ بله. چطوری چشمتان میبینه؟ لپسه او دیپلم دارد. حک. خب از شماره 1 تا 19 رو انتخاب کنید. 20. خاک تو سرت. یک فراورده های خوبیه که ما اکثرا اونو میخوریم، آخرش هم یعنی بسته‌بندی میشه به اسمای مینو، ساق طلایی، اسماش فرق میکنه. چیه؟ خشکم هست، با آرد گندم هم درست میشه، خیلی هم خوشمزه است. کلیچه؟ نه عزیز من. از 1 شروع کنید. 1 کوید. برو. 2 کوید. 3 کوید. 4 کوید. 5 کوید. 6 کوید. 7 کوید. 8 کوید. 9 کوید. 10 کوید. 11 کوید. 12 کوید. 13 کوید. 14 کوید. 15 کوید. 15 کوید. 16 کوید. 17 کوید. 18 کوید. 19 کوید. چای شیرین. بعد از 19 میشه چند؟ 21. چی؟ 21. سرتو بیار جلو. بله. بیار جلو. بله. آخه ولاخ، آخه چرو، آخه جورم من. بعد از 19 میشه 21. حسابی من جوریه. خودت چه جوری هستی؟ ایوه 13 دان ناسا، ایوه 20 من ناسا. آخرین سوال از شما میپرسم. آخرین سوال. بله بفرمایید. جایزه هنمونه فنفید نیا. خدا وکیل کسی جواب دام. برزو جلیلی ویره بیا مشتگاه خروش و تما چش دیگه دیده بتا فنفید بازی دراری. خدا وکیل جز حوز بلاتر عملیات انتحاری رد انجام دام. یه لحظه ساکت باش. بله از اتاق فرمان صحبت میکنم. بله میگن که مشتی خروش. بله عزیزان ببخشین، یک عکسی رو بعد از برنامه نشان شما میدم. میگن که یک عزیزی مشتی خروش اسمشه. این عزیز ما من شناساییش بکنم. اون عزیز ما گم شده و 25 قروش جایزه در نظر گرفتن هر کسی اینو ولا برا زیاده. هر کسی اینو پیدا بکنه و این آدرس. اجازه بده. چرو هر کس این مشتی خروش رو پیدا کنه به این آدرس ببره. خیرتیست کنه پشت از جاده آشخانه خانه مجردی که خودش گرفته، نان خوشکا، تلخنه او بلنگاو. شیوینی مال خوش کردن. اصلا تو هر کنید قصیه بکی
چش دگنه علامت آقای کارگردان خاموش بکن ما کارت دارم چرو وادی کویا سر قیم ناشرین سر گپ گپی ای سر خور آقا